ای غنچه خمار خمارت مبارک است. سرمست نوبهار بهارت مبارک است. دست به دست باغ و دل در دلی چمن، دامان گل نثار نثارت مبارک است. در تارهای کاکل باران نوایی کیست؟ ناخن بزن بتار که تارت مبارک است. چون مژده فرشته نوروز مقدمی، بر دیده ها گذار گذارت مبارک است. درود به همه بینندگان عزیز و مبارک قدم و سعادت رقم ما. صبح صفا بخش، فرح بخش و ایام پرسعادت را برایتان تمنا میکنیم. امروز ما به استقبال یکی از کهن‌ترین و زیباترین جشن‌های بشریت یعنی جشن نوروز جمع آمده. بله، نوروز یکی از محبوب ترین جشن‌های تاریخی و فرهنگی ملت تاجیک بوده. همچون رمز آفرینش حیات، آغاز تازه زندگی از دوره‌های دور تا به امروز رسیده است. باعث افتخار و قناعتمندی است که نوروز با تاریخ بیش از 6000 ساله غنی و رنگینش همچون رمز روز نو، آغاز سال نو و اقدام و تشبس‌های نو به بهترین وسیله خودشناسی و خود آگاهی ملی و وحدت و همدیگر فهمی مردم ما تبدیل یافته است. مردم فرهنگ سالار ما این جشن باستانی را از گذشتگان خود به میراث گرفته آن را در سنت و عنعنه‌ها، هنرهای مردمی و ادبیات خطی و شفاهی بسیار وسیع و به طور شایسته انعکاس کردند. نوروز پیش از همه جشن مردمی و یک جزء زندگی و جهانبینی خلق ما به حساب می رود. بله، گسترش و ستایش خرد و دانش و محبت و صمیمیت در بین آدمان، صلح و ثبات میان قوم و ملت‌ها و شادی و نشادی همه افراد جامعه ماهیت و فلسفه زندگی ساز نوروز است که طی هزار سالها به مردم ما و خلق‌های دیگر خدمت کرده است. امروز این جشن باستانی تنها مال یک ملت نیست. نوروز همچنین جشن بین المللی در سراسر جهان تجلیل می گردد و رمز صلح و دوستی همدلی خلقها گردیده است. پس بگذار نوروز امساله به هر خاندان تاجیک فیض و برکت، شادی و امید و به تاجیکستان عزیز و محبوب و جان و جان ما صلح و آسایشتگی آورد. نوروز خجسته مبارک هموطنان عزیز. فیضی بهار آمد، امروز عید نوروز. گلها قطار آمد، امروز عید نوروز. گلها قطار آمد، امروز عید نوروز. پیشوای ملتی ما با مهر و با محبت، پیشوای ملتی ما با مهر و با محبت، دل بی غبار آمد امروز عید نوروز. دل بی غبار آمد امروز عید نوروز. امروز عید نوروز، امروز عید نوروز. دل بی غبار آمد امروز عید نوروز. بخت و سعادتی ما از پیشوای ملت، بخت و سعادتی ما از پیشوای ملت، با افتخار آمد امروز عید نوروز. با افتخار آمد امروز عید نوروز. امام علی رحمان پیشوای ما معظم، امام علی رحمان پیشوای ما معظم، شه سایه دار آمد امروز عید نوروز.
شهسایه دار آمد امروز عیدی نوروز امروز عیدی نوروز امروز عیدی نوروز امروز عیدی نوروز امروز عیدی نوروز. تشکر زیاد. آوازتان خسته نباشد. واقعا هم امروز عید نوروز است. عید نوروز برای شما مبارک باشد. بیننده های عزیز و ارجمند، بار دیگر نوروز عالم افروز برایتان مبارک باشد. نگفته نمانیم که همصحبت دیگری ما هستند، سراینده جوان و با استعداد ادریس خان بابایف. نوروز برای شما مبارک باشد. با چه دستاویزی امروز مهمانی برنامه ما آمدید؟ تشکر زیاد. اولا سلام و درود تماشابینان و بینندگان تلویزیون آوازدار ولایت سوخت و برنامه صبح دانه نوروز. من البته با دستاوردهای بسیار امروز به اینجا آمدم. خیلی اولا سرود سراییدم. امروز عید نوروز این یک دستاورد من است و از فرصت مناسب از برنامه صبح دانه نوروز همه هموطنان عزیز را با نوروز عجم تبریک و مبارکباد میگویم. ادریس خان، ما در کودکی وقتی که به عیدگردی خانه همسایه ها می رفتیم برای ما قند میدادن. خب با چی ترانه امروز سراغ بیننده های عزیز ما آمده که کامی بیننده های عزیز ما هم شیرین باشه؟ تشکر زیاد. امروز یک سرود آماده کردیم، آهنگ آذربایجانی با نام برگی گل باشد و همین سرود یک روز پیش آماده شد و امروز اولین مرتبه در این درگاه می سرایم. میشنم. برای تماشا بینیم. میشنم. لاله و ریحان و سومن برگی گل، گلشن و گلزار و چمن برگی گل. لاله و ریحان و سومن برگی گل، گلشن و گلزار و چمن برگی گل. وانگهی
دری رانا توی برگ گل از همه زیبا توی برگ گل. наврӯз яке аз қадимтарин ҷашнҳои тамаддуни инсонӣ ба ҳисоб меравад ки решаҳои он ба давраҳои хеле бостон бармегардад. ин ҷашн оғози соли нави шамсӣ ва фарорасии фасли баҳорро таҷассум намуда аз қадимулайём ҳамчун рамзи эҳёи табиат ва навсозии зиндагӣ таҷлил мегардад. در آثار ادبی و تاریخی از جمله در اثرهای مورخان و شاعران کلاسیک نوروز همچون جشن بزرگ مردمی یادآور می شود. در زمانهای گذشته این روز با شکوه و شهامت خاص تجلیل می گردید. پادشاهان و اهل دربار مراسم‌های با شکوه برپا نموده مردم را با هدیه‌ها و تنتنه‌های عیدانه شاد می‌گردانیدند. با گذشت عصرها نوروز از یک مراسم درباری به جشن عمومی جهانی تبدیل یافت. واقعا امروز نوروز در بسیار از کشورهای منطقه شرق نزدیک و آسیای مرکزی با شکوه تجلیل می‌گردد. از جمله در ایران، افغانستان، ترکیه، عراق و دیگر کشورها این جشن با عنصرهای ملی خود رنگ و تابش مخصوص پیدا کرده است. ولی درست گفتید پرویده، در ایران هم نوروز مهمترین جشن ملی به حساب می‌رود. در عرفه عید مردم خانه‌ها را تازه می‌کنند، لباس‌های نو می‌پوشند و دسترخوان می‌آرایند. این دسترخوان از 7 عنصر رمزی عبارت بوده، هر یک معنای خاص خود را دارد. بله مفتونه. همچنین در عراق مخصوصا در بین کردها نوروز همچون رمزی آزادی و هویت ملی تجلیل می‌گردد. مردم در این روز در دامن کوه‌ها جمع آمده آتش می‌افروزند، سرود می‌خوانند و رقص و شادمانی می‌کنند. درست قید نموده در ترکیه باشد نیز نوروز اساساً در بین مردمان منطقه انطالیا تجلیل گردیده مراسم‌های آتش پرک، موسیقی و رقص و بازی مردمی و اینچنین عنصرهای اساسی جشن به شمار می‌رود. با گذشت وقت نوروز از دایره یک منطقه فراتر رفته به یک پدیده فرهنگی بین‌المللی تبدیل یافت. امروز آن رمزی صلح، دوستی، همدیگر فهمی و همزیستی فرهنگ‌های گوناگون به حساب می‌رود. بله، با در نظر داشت اهمیت بزرگ فرهنگی و تاریخی این جشن کهن بنیاد سال 2009 نوروز به فهرست میراث فرهنگی غیر مادی بشریت وارد کرده شد و بعداً از جانب سازمان ملل متحد همچون جشن بین المللی اعتراف کردید که حالا در صحیفه نوبتی برنامه مفصل از تاریخ این جشن کهن بنیاد برایتان خواهیم گفت. نوروز، عید بهار و سال نو، جشن قدیمی و عنعنوی مردم تاجیک می باشد که به روز اول سالشماری شمسی یکم حمل یا 21 مارس سالشماری میلادی راست می آید. نوروز را در بعض ناحیه‌ها عید سر سال نیز میگویند. نوروز مربوط به کار دهقانی پیدا شده من بعد تکمیل یافته است. تاریخ تشکل نوروز با احیا گردیدن طبیعت در بهاران که پس از زمستان فرا میرسد وابسته است. واژه نوروز از فارسی میانه نوگروز است که برگرفته از واژه اوستای نوک راوسا می باشد. جشن نوروز در سوخت و خوارزم به گونه‌های نوسارد، نوسارجی و معنای سال نو می باشد. در زبان یغنابی جشن مذکور را نوسال یعنی سال نو می گویند. در نوروز عنعنه‌های اجدادان ما از نو احیا کرده می شود. اساساً سومنک تیار می کنند، دسترخوان می آرایند و خانه ها را تازه می کنند. اساساً یعنی که پاکیزه کاری می کنند، برای روز نو تیاری می بینند. طبق معلومات رسمی نوروز حالا در 13 کشور جهان جشن رسمی ملی با روزهای استراحت و شمار می رود. در تاجیکستان جشن عید بین المللی نوروز از 21 مارس تا 24 مارس برگزار می گردد. نوروز یکی از قدیمترین عیدهای آریایی است. روایت است که جشن نوروز را جمشید اساس گذاشته است. این جشن در ماه اول بهار که فروردین نام دارد برگزار می شود. در این روز آفتاب به خط استوار می آید و شب و روز برابر می شوند. روز یکم فروردین را روزی اول بهار، سرشوی کشت و کار، بیدارشوی طبیعت، تکمیل دنیای نو می دانستند. از این لحاظ نوروز عیدی درآمد بهار، سرشوی کشت و کار می باشد. مردم در این روز خانه های خود را سفید می کنند، همه کثیفی های سالهای گذشته را بیرون می کنند، سر و لباس نو می پوشند و آرزوی تا سال آینده بهبودی های زندگی را آرزو می کنند.
بینندگان گرامی، بجز آن که امروز در بسیاری از کشورهای جهان جشن بوستانی نوروز تجلیل می‌گردد، سنه 22 مارت یعنی امروز در تقویم بین المللی و قطار روزها و رویدادهای مهم نیز علاقمند است. از جمله امروز همچون روز جهانی آب تجلیل می شود. این سال 1993 با تشبث سازمان ملل متحد تأسیس داده شده. هدف آن جلب توجه جامعه جهانی با اهمیت آب تازه و حفظ ذخیره‌های آبی می باشد. هر سال این روز تحت یک موضوع مخصوص برگزار می گردد. همچنین بینندگان گرامی، امروز روزی بحر بالتیکا تجلیل می شود. این روز برای تاکید به اهمیت حفظ این اکوسیستم نادر طبیعی تأسیس داده شده است. سنه 22 مارت با آن خاطر انتخاب گردیده است که در همین روز سال 1974 کنونسیون هلسینکی به امضا رسیده بود. 22 مارت اینچنین روزی بین المللی تاکسیرون‌ها تجلیل می‌گردد. این سنه به تاریخ سال 1907 برمیگردد، وقتی که در انگلیا بار اول ماشین‌های تاکسی با حساب کننده یعنی تاکسیمتر به کار شروع کردند. در برخی از منطقه ها باشد امروز سال نو عنعنوی مردم خاک است تجلیل می شود. این جشن رمزی بیداری طبیعت و آغاز دوره نوی زندگی در فرهنگ این خلق محسوب می یابد که با نوروز ما هم خیلی شباهت دارد. بله، سنه امروز همچنین با بعضی رویدادهای مهمی تاریخی نیز پیوند دارد. مثلا در پوئرتوریکو 22 مارت همچون روزی برهم دادن غلامداری یادآور می شود. محض در همین روز سال 1873 غلامداری در این جزیره رسما برهم داده شد. علاوه بر این، سنه 22 مارت روزی تأسیس یابی لیگ دولت‌های عرب نیز به شمار می‌رود. این سازمان سال 1945 تأسیس یافته، امروز رمزی همکاری و همبستگی کشورهای جهانی عرب محسوب می‌شود. خب بینندگان عزیز، اینها بودند چند معلومات جالب از تاریخ سنه امروز یعنی 22 مارت. و حالا برای آن که فضای ادامه برنامه ما باز هم رنگین‌تر باشد، یک ترانه زیبا و جذاب را همراه میشنویم. ما را همراهی بکنید. بدیل و دیده من جایی
баромад бӯи боди субҳи наврӯз ба коми дӯстону бахти фирӯз муборак бодад ин шому ҳама шом ҳумоён бодад ин рӯзу ҳама рӯз. бори дигар азизон, рӯзи пирӯзи наврӯзи оламафрӯзро барои ҳар якатон шодбош мегӯем ва барномаро бо меҳмони навбатӣ идома мебахшем. як бонии зебои ҳунар, як нафаре ки тавассути овозу таронаҳои беҳтаринаш дили садҳо ҳазор мухлисонро тасхир сохтааст. имрӯз низ боварӣ дорем ки бо дасти холӣ наомадаанд. бале дуруст гуфтед. бонуи хушсадо ва хушхиром, дилороми меҳр, мо шуморо хуш омадед мегӯем ба барнома. ташаккури зиёд ба ҳамаи шумоён ки ба барномаи худ даъват кардед. бори дигар ташаккур миннатдории худро баён мекунам. نوروز برای شما مبارک باشد. تشکر باشد زیاد که برای همه شما. روزی شما نوروزی باشد. گل پوش و گل آغوش و پر از مهر. دلارام بانو، شما نوروز را چگونه تجلیل میکنید و خاص نوروز در سرودهای شما چه جایگاه دارد؟ бисёртар аслан ман дар вақти ҳамин фасли иди наврӯз, ҳамин чорабиное ки масалан иди модар, иди наврӯз, ҳамин чорабиное ки ҳастанд дар ҷумҳурии тоҷикистони мо, бисёртар мо серкор мешавем. албатта ростӣ дар хона аслан бисёр нестем, бисёр ба чорабинои давлатӣ ки банд мешавем, дар кӯча аслан қайд мегирем. аслан агар гирем, агар рӯзе шуд ки дар хона мондед, дар иҳотаи аҳли оила, чигуна таҷҳид гирифтан мехоҳед ё умуман чигуна нақша доред? агар бигӯед ки агар ҳамин соат чорабин набошад, мо ҳамроҳи оила, масалан ман суманак худам мепазам ки оши палав. албатта сумалакро пухта наметавонам, лекин бисёр дӯст медорам сумалакро. Хӯрданашро дӯст медорам. албатта ҳамроҳи оилаам, ҳамроҳи фарзандонам мехостам пухтупази ягон хел шириниҳоро карда, таомҳои болаззатро тайёр карда, албатта бо аҳли оилаам нишаста хӯрда суҳбат карда наврӯзро қайд кунем. имрӯз сурудҳои дилнишинатонро кадом мавзӯъҳо дар бар мегиранд? ишқ аст, баҳор аст, наврӯз? сурудҳои рақсӣ дар бораи васфи ишқу ошиқӣ. خب نوروز که فصل عشق است. دلارام بانو، چه خاطره هایی نه که داره در باره نوروز؟ من در ایام کودکی که نوروز را چگونه تجلیل میکرده، جشن میگرفته. من میدونم که مثلا بهترین خاطره ها در ایام جوانی یا کودکی است که ما بله نوروز را چگونه جشن میگرفتیم. مهمان ناخوانده کی های میشدیم. چگونه شما همین نوروز را جشن میگرفتید؟ در دهه، در شهر؟ дар овони кӯдакӣ бисёр ҷашни наврӯзро интизор мешудем. албатта ҳамаи мо ки кӯдак будем ҳамроҳи хешобандо, хешу таборомо дар меҳмонӣ якдигари мо мерафтем. хел ҷашни наврӯзро интизор мешудем. бозиҳоро дар ёд доред? чӣ гуна бозиҳо буданд дар давра айёми кӯдакӣ? گاه دلارام بانو خماری بچگی میگیرد میروم به دهه و همان بازی‌های کودکی هم را سراغ میکنم و مانندی مثلا лалак паро дур намеравем. بله بله хел санкати бозӣ мекардем, кучи будам, چمچی بازی میگفتیم. ҳамхелако бозӣ мекардем. дар ёдам бисёри. хуб, умуман фасли баҳор ё ин ки наврӯз ба сарояндагон барои эҷод кардан илҳоме мебахшад ё ин ки фасл барои эҷодкор ягон маънии бузургӣ надорад? албатта мебахшад. барои чӣ не? мехоҳем сурудҳои навро пешкаши мухлисон, пешкаши ҳамватанони азиз кардагӣ бошем. ҳар як иду айёнба сурудҳои нав гати баромад кунем. албатта таби волидаи онҳоро шод кунем. баҳор асосан ҳамин хел фасли эҷодкориҳост. албатта кун зимистоне ки аст ки ҳаво хунук бисёр ё ба гуфти гапҳо камтар тамбал мешавем. дар фасли баробари табиат ҳама бедор мешаванд. хуб, ягон суруди наве ҳаст ки то ҳол бинандаҳои азизи мо ё мухлисонатон ҳоло гӯш накардан ва ин ҳадия аст ки ҳоло баҳри бинандаҳои азизи мо пешкаш карда бошед? суруди нав бо ном бинишин ки ҳоло дар телевизион ва радио ягон ҷо пахш наштааст. мехоҳам якон бор инҷоба хондагӣ бошам. хуб, бошад як чор мисрашро баҳри мо ва баҳри бинандаҳои азизе ки айни ҳол тамошо доранд пешкаш мекардед. пеш аз ҳама мехостам ҳамаи шумоёнро бо наврӯзи аҷам, наврӯзи оламафрӯз табрику таҳният кардагӣ бошам. ба ҳамаи шумоён хонаободӣ,
خушی‌های تمام دنیا را تمنا دارم. بگذار همیشه تاجیکستان عزیزی ما گلگل شکوفا باشد، تنجی و آسایشتگی باشد. نوروز همه شما مبارک. هموطنان عزیز، مرحمت اینجا یک سرود میخوانم برای شمایان. تشکر زیاد. بینندگان گرامی، یادآور میشیم که این صبح در مهمانی ما هستند سراینده محبوب و ممتاز دلارام میر، چهره که یک ترانه دلانگیز تقدیم کردن. باز هم امروز برای هر کدام شمایان یک ترانه دیگری نوروزی را همچون هدیه بهاری تقدیم می‌سازند. مرحبا. آخرین شوق بیا و به کنارم بنشین، به کنارم بنشین، به کناری دل مجروح و فیگارم بنشین، فیگارم بنشین. آخرین شوق بیا و به کنارم بنشین، به کنارم بنشین، به کناری دل مجروح و فیگارم بنشین، فیگارم بنشین. دل به یک بستنی میجگان را بودی به شتاب، دل به یک بستنی میجگان را بودی به شتاب. جان به یک چشم زدنی سپارم بنشین، جان به یک چشم زدنی سپارم بنشین. به کنارم بنشین یار، به کنارم بنشین، به کنارم بنشین یار، به کنارم بنشین. بنشینی همه شب گردی سرت میگردم، بنشینی همه شب گردی سرت میگردم. سر و کاری دیگری با تو ندارم بنشین، سر و کاری دیگری با تو ندارم بنشین. به کنارم بنشین یار، به کنارم بنشین، به کنارم بنشین یار، به کنارم بنشین. چرخ از برق خرامی تو به آتش بنشست، چرخ از برق خرامی تو به آتش بنشست. زود ای شعله خورشید شرارم بنشین، زود ای شعله خورشید شرارم بنشین. به کنارم بنشین یار، به کنارم بنشین، به کنارم بنشین یار، به کنارم بنشین. آخرین شوق بیا و به کنارم بنشین، به کنارم بنشین، به کناری دل مجروح و فیگارم بنشین، فیگارم بنشین. دل به یک بستنی میجگان را بودی به شتاب، دل به یک بستنی میجگان را بودی به شتاب. جان به یک چشم زدنی سپارم بنشین، جان به یک چشم زدنی سپارم بنشین. به کنارم بنشین یار، به کنارم بنشین، به کنارم بنشین یار، به کنارم بنشین. بیا نوروز، بر کاشانه ما آفتاب آور، به شام انتظارانش چراغی ماهتاب آور. زمین پیر آهنگی جوانی می کند امروز، بهار نازنینش باز یاد از شباب آور. چه نوشین است شیرین خنده های دختری بادام، که ناز از خمار آورد و شمس از گلاب آورد. سرودی رود روشن کرد خوابی کوهساران را، وجودی سبزه و گل دشت را در انقلاب آورد. دلی سنگ آب شد از ناله های مطربی باران، که از ابریشم زلفان ریزانش رباب آورد. و بزم گل چنار نوشباد گفت مستانه، مبارک باد نوروزی که مستان را شراب آورد.
بی جمال جانان میل جهان ندارد هر کس که این ندارد حقا که آن ندارد با هیچ کس نشانه زان دل ستان ندیدم یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد هر شب نمی در این ره صد بحری آتشین است دردا که این معما شرح و بیان ندارد سر منزلی فراغت نتوان زی دست دادن ایثار بان فروکش کین ره کران ندارد ایثار بان فروکش کین ره کران ندارد در خود رقیب شمع است اسرار از او مپوشان کان شوخی سر بریده بندی زبان ندارد کس در جهان ندارد یک بنده هم چو حافظ زیرا که چون تو شخصی کس در جهان ندارد زیرا که چون تو شخصی کس در جهان ندارد جان بی جمال جانان میل جهان ندارد جان بی جمال جانان میل جهان ندارد هر کس که این ندارد حقا که آن ندارد هر کس که این ندارد حقا که آن ندارد حقا که آن ندارد دوستان عزیز با یک ترانه دلانگیز و شنیدنی و پرمضمون کلاسیکی برنامه صبح ادامه دارد و چهلی که شما علاقه آگاهی پیدا کردید مهمانی نوبتی ما هستند انمان حافظی که این ترانه زیبا رو برای ما شما تقدیم نمودن علوچی فرهنگی جمهوری تاجیکستان عمرجان قابیلов قبل از همه با برنامه شما رو خیر مقدم می‌خونیم سربلند و خانواد باشتون به همه شما نوروزی آمدی سودرا تبریکم با مبارکبادی یافته و همتون خاطری جمع تنزیتی خانوادی آرزومندیم ما هم شما رو تبریک میگوییم و سرآغاز دانستن میخواستیم که از نوروز امسال چه انتظاری ها دارید؟ فقط خوشبختی باشد، خرسندی باشد، خوشحالی باشد، وطن ما آباد، آسمان ما صاف و بی‌غبار باشد، مردم ما سربلند باشند. با اهل پیوندان نوروز را چگونه استقبال میگیرید؟ چگونه آمادگی ها هست در خاندان شما؟ البته که نوروز این ایدی قدیمی ما می باشد. از حاضر فرزندای ما یا خودی ما تیاری آمادگی ده سازیم که برای خرسندی فرزندا برای خوشحالی برای خرسندی زحمت های بی اندازه انجام میدیم. در دوره کودکی انا همین جشن نوروز را چگونه انتظاری میکشیدید و چگونه سپری میکردید؟ دوره بهترین نه اینکه نوروز تمام ایدهایی که ما هر سال انتظار میشدیم با یک خصوصیت خاصه با یک مهر محبت خاصه تمام این جشن ها را البته نوروز را
با خورسندیش با بازی خودش موافقی خودش با مثال این آمادگی در مکتب آمادگی میشد لالک پرانی عاشق بازی بازی های مثال ورزشی بندکشی این بازی ها بله. بود همین خیلی خورسندگی کشتیگیری. کردیم البته خود شما اشتراک کرده بودید عمر جان در یگان این خیلی آزمون ها؟ البته که از آقای خوردی مهری سند در دل ما جا بود از همین سبب سرودخوانی ما بسیارتر دعوت میکردن البته که از خوردی و تمام همین در ایدو چهاربینی جشن ها مکتبی. چهاربینی مکتبی اشتراک میکردیم آمادگی میدیم با خورسندی به سر میکردیم در یاد دارید ترانه‌ای که محض در جشن نوروز خوانده بودید در مکتب برای آموزگاران برای همسالانتان؟ البته اولین سرودی که من در وسیم نوروزی عجم شعر از شاعری خلقی تاجیکستان نور محمد نیازی نوروزی بود آهنگ همروی پدرم آهنگ بسته شده خوانده بودم از گل دهنی نوروز بشنو سخنی نوروز آموزی هر غنچه تو گپ زدنی نوروز ایدان جهان پوشید خوش آمدنی نوروز جان است اگر جان است مستی چمنی نوروز جان است اگر جان است مستی چمنی نوروز این بود اولین سولی که در رسم نوروز بهتره خوانده بودیم چه چیز یا کی سبب شد که امروز شما سراینده شدید سراینده با استعداد البته که در اویلی ما صنعتکار نباشن هم ما دوستدار صنعت می باشیم بله بله. ممکن شاید همین بود که از آن که در دل من مهری محبت جا شد و در این جاده قدم نهادیم بهتره مرجان فکر میکنید که همین لیوای عنوانی معنی سرایی که بیشتر به استادان بزرگی ما ربط میدین در دست شما جوانان هست آینده و چه فکر میکنید همین صنعت هم میتواند در حفظ عنعنه‌های ملی ما سهمگذار باشد؟ البته چرا نیست اولش میگن صنعت سرحد ندارد صنعت بها ندارد البته که حافظان شعرهای بلند مضمون از شعرهای کلاسیکان یا شاعرایی که حاضر قلم در دست دارند شعر می‌نویسند بسیار معنی بلند دارد البته که ملت رو معرفی میکنه صنعت همه خیلی میبینیم که یگان جشن مورد بی صنعت به فکرم صورت نمیگیرد البته بسیار رولی مهم رو میبازد صنعت خب در جاده سرایندگی در آینده نزدیک چه نقشه هایی که دارید؟ در آینده نزدیک نیت داریم بهر مخلصان یک کنسرت برپا نماییم با سرودهای نو و تازه تا اینکه دلی مخلصان شاد باشد خاطرشون جمع باشد که ما هستیم خدمت میکنیم تشکر زیاد عمر جان یک سوال دیگر برای چی شما هم یک اسلوبی خاصی رو برای خود انتخاب کردید استرادی هم هست در بین شما خلقی هم هست لیریکی هم هست کلاسیکی هم هست این به دل شما نزدیک است یا اینکه کسی به شما توصیه داد که آوازی تو مطابق است با انهمی ژانرهای صنعت؟ البته که در صنعت ما در صنعت استادان بزرگ بسیار داریم بله خواه در استراده خواه در کلاسیکی خواه در ژانرهای خلقی بله. از خورده همین تمام استادا رو گوش میکردیم شاید همین باشد که شاخه از همه هاشون جمع کردیم و به تمام سرودها کم کم دست میزنیم و میخونیم خوشه جمع کرده خیرمند ساختن صداشون خیلی به صدای استاد افضل شاه شریف مانند است بله و یک سرودی تماشابینان و بیننده ها مخلصانشان چندین مراتب این چیز رو گفتن بله خب این لحظه ما میخواستیم با آواز زنده یک سرود دلنشینی که خود دوست میدارید و مخلصانتان دوست میدارن پیشکش کرده باشید. هزار رحمت خیلی که روی عزیز اینجا روی خانه آوردن البته که تویلش 15-16 سال باز من با استاد افضل شریف همکاری دارم خودم را کمتر باشد هم شاگرد حساب کرده میتونم و اون شخص هم به فکرم شاگرد گفته میتونم من استاد میگم و آدم شاگرد گفته میتونم خیلی که معلم عزیز اینجا در وصف سرود سخن کردن البته یک سرودی که من بسیار دوست می‌دارم از آقای خوردی هم دوست می‌دارم در وصف بهار میباشد همسایه دختر اگر باشد یک فرم مرحمت همراه میخونه بله شعر از شاعری زنده یاد
استاد لایق شیرالی آهنگ افضل شادیوف. در دامنی بهار اندر دهی مزار گل غنچه‌ای ترست پاکیزه گوهرست با ابروانی سبز با آرمانی سبز بیرون زی خانه شد مکتب روانه شد یادش بخیر باد آن عشقی کودکی آن عشقی گم شده چون شیری رودکی. هر روزتون بهار باشد نوروز باشد همیشه با عشق کودکی زنده باشید. واقعا هم سرودی که شما سراییدید ان همون آرزوی و آرمانی کودکی که هر یکی ما اثری خود گذراندیم واقعا هم یک سرودی بهترین است پرمضمون است. بله و صحیفه‌های خاطراتی همه به فکرم باز هم ورق گردان کردید. عشق اول غوره سرمازده است نارسیده میفتد از شاخسار. باز یک ترانه دیگر رو به فکرم تقدیم میکنم. ما هم انتظار میشویم. ترانه نو هست گفتن عمر جان در نوروز برای بیننده های عزیز. هزار رحمت. همیشه وطن آباد باشد سربلند باشیم. هم بزرگا فرمودن پریشان خاطرم جانا مگو امروز نوروز است به هر کس خاطری جمع است به او هر روز نوروز است. الهی همیشه خاطراتمون جمع باشد خاطر ما جمع باشد واقعی همش با نظیر پیش سر می شود. لب گل دهان گل خنده گل گفتار گل بی قدد گل قامتت گل جلوه گل رخسار گل پا شدم یک رنگ با گلهای داغت شد مرا جانم هم نفس گل هم نشین گل هم زبان گل یار گل هم نفس گل هم نشین گل هم زبان گل یار گل مطربان را در هوایی گلشنی حسنی رخم شد سخن گل تب گل اندیشه گل ستار گل بلبلان را شد زی گفتگوی گل در هر چمن پا و سر گل بال و پر گل نغمه گل منقار گل پا و سر گل بال و پر گل نغمه گل منقار گل ای تو را لب گل دهان گل خنده گل گفتار گل بی قدد گل قامتت گل جلوه گل رخسار گل گلشنی حسنی تو را نازم که هست از خرمی رنگ و بو گل گفتگو گل گونه گل رخسار گل خواستم تا این غزل بنویسم از یاد رخت شد خیالم گل رقم گل صحفه گل اشعار گل شد خیالم گل رقم گل صحفه گل اشعار گل ای تو را لب گل دهان گل خنده گل گفتار گل بی قدد گل قامتت گل جلوه گل رخسار گل تا شدم یک رنگ با گلهای داغت شد مرا جانم هم نفس گل هم نشین گل هم زبان گل یار گل هم نفس گل هم نشین گل هم زبان گل یار گل
واقعا نوروز از شمار جشن‌های باستانی ملت تاجیک به شمار می‌رود و از زمان قدیم تا به این دم رسالت نوروز سازندگی، وحدت، همدلی، همبستگی مردم به شمار می‌رود و خیلی که از هر چشم‌ها برمی‌آید نوروز جشنی است که در پهنای اوریانا، در سرزمین اوریانا، در جغرافیای پروسعت ملت ما نه یک روز بلکه روزهای زیاد جشن گرفته میشد و از گذشته تا به این دم مردم نوروز را انتظاری میکشیدند، چون که این جشن خاصی یگان طبقه جامعه نیست، جشنی است که نمایان تمامی مردم را فرا میگیرد و مردم این جشن را انتظاری میکشند و مورد ذکر است که نوروز چند جنبه دارد، یعنی هم یک جشن است که جنبه عمومی انسانی، عمومی ملی دارد و همچون یک آیین اجتماعی مردم را در سری کارهای آبادانی، سازندگی، کشاورزی، دیگر کارهای نیک جمع آورد و میتوان گفت که از یک جهت ایدی کشاورزان اگر به شما رود، از دیگر جانب خب یک جنبه اخلاقی زیاد هم دارد، جنبه های اخلاقی هم دارد که این را در مثال در همین شب و روز در مثال عیادت کردن پیران و برجاماندگان، دستگیری یتیمان و محتاجان، خب در گذشته همین گونه یک مراسم هم وجود داشت که آن با نام دیگ درویشان بسیار مشهور است. در همین شب و روز مردم اهل محله گذر خود در دهکده ها، در شهرها جمع شده مزار و عابده ها، قبرستان ها، دیگر جاها را نیز تازه میکردند و دیوارهای از تاثیر برف باران افتاده را از نو بنیاد میکردند. در مجموع میتوان گفت که این آیین است که خب تمامی نمایندگان جامعه را، تمامی مردم را فرا میگیرد، جشن شادی سیر است. از پدر باغی درختان یادگار، در کناری ده مادر انتظار. از پدر باغی درختان یادگار، در کناری ده مادر انتظار. چشم طفلانم برا هم بود چار آمدم، کشلاقه کی زیبایی من، اولین و آخرین موایی من. من درختانی تو را گویم سلام، بشنوم از بلبلانی تو پیام. من درختانی تو را گویم سلام، بشنوم از بلبلانی تو پیام. کودکیم بر تو می یابد دوام، آمدم کشلاقه کی زیبایی من، اولین و آخرین موایی من. آمدم کشلاقه کی زیبایی من، اولین و آخرین موایی من. نشان می یافتم،
تو را می بافتم آمدم قشلاقکی زیبای من اولین و آخرین موای من آمدم قشلاقکی زیبای من اولین و آخرین موای من اولین و آخرین موای من باز هم ستایش نوروز را میکنیم این فصل زیبا این جشن ناتکرار که خوشبختانه بین المللی هم گردیده است و امروزها در سراسر جهان این جشن فیروز و اجدادی ما را نوبسته از سن و سال از منطقه و ملت آن را قید کرده ایستادند. همین خیلی است پروین خانم. درست گفتید واقعا هم و امروز عزیزان دل در مهمانی برنامه ما هستند یکی از سرایندگان شناخته و محبوب سراینده خوش صدا پر اعجاز و پر هنر سرداربک سولیف. ما شما را خوش آمدید میگوییم. زنده باشید. نوروز فروخ بای مبارک باشد. بله. شما نیز مبارک باشد. پیش از همه سلام و درود به همه شمایان بینندگان عزیز. از نام خودم از نام اهل عائله‌مان همه شما را با نوروز عالم افروز تبریک میکنم. زنده باشید. تشکر زیاد سردار بیگ. برای شما نیست یک سوال غیر عادی هم گویم خطا نمیکنید چون که از ژانر شش مقام و لیریکا آهسته آهسته به استرادا آمدن شما این یک خواهش شما بود یا باز هم استادان به شما این چیز را کمی یاری رسانیدن که چون که آوازی که زیبا و ناتکرار استعداد داری در همه ژانرها میتوانی که سرود بخوانی. البته در ژانر شش مقام ایجاد کرده ایستاده آهسته آهسته سرودهای استرادی سرایدن این نویگری است. بله. البته زمان طلب میکنند ما حالی البته جوان هستیم برای ملت برای مردم عزیز برای وطن عزیزمون در ژانرهای استرادی شش مقام کلاسیکی باید ما ایجاد کنیم و سرودهای نو به نو پیشنهاد نماییم و عیناً همین ژانرها را عین حال ما پیشکش کرده ایستادیم و کوشش میکنیم که در آینده بازم از این سرودهای نو تر و تازه را برای مردم عزیز برای مخلصان پیشکش می نماییم. لیکن شش مقام هم هنوز گم نشده است. همون نهاد است. همون یک اساس است به فکر. البته این شاه ستون صنعت است. آفرین آفرین. نمیتونم داداری عزیزم گفتن این همین صنعتی که ریشه همین صنعت است این شش مقام است. باید که هر یک سراینده سر آغاز از همین مکتب بزرگ گذره. چه خیلی که ما گذشتیم استادان ما گذشته بودن ما گذشتیم شاگردان ما نیز میگذرند. میخواستم تمامی همین سراینده هایی که به صنعت قدم میمانند از همین ژانر شش مقام کلاسیکی گذرند. بسیار ما صنعتی بای داریم. بله. خب همکاران چون بابتی شش مقام سخن کردیم به سبب هم نیست به فکر ما علاقه قهرمان داریم که خیلی خوب شش مقام میسرد و باز هم فرصتی آن فرا رسید که این چیز رو تصدیق بکنند. زنده باشید. با آواز زنده. بله. و شما من آگاه نکردید که من یک اسباب موسیقی گرفته می آمدم و با سازی تنبور یا رباب و تار باز هم خوبتر میشد لیکن حالا از حالت میبراییم و به هر حال همون استعدادی که آواز شما است همراه تا همیشه است از شنیدن آن ما و بینندگان عزیز باید که البته باشد. برای بینندگان من یک سرودی خیلی قدیم را سراییدن میخواهم. این سرود از استاد صادرخان حافظ اشاق خوجند یعنی اشاق صادرخان کمی باشد یک دو مصره. خب با یک رشم زلیخا
با یک کرشم از زلیخا وشی دلی ما را چنان را بود که یوسف دلی زلیخا را آی جان خب سرداربک واقعا هم آوازی نوتکرار داره در توسط حقیقت حسن بله. باشد. تشکر زیاد. خب سرودی که در آغاز سرایدید واقعا هم سخن از دیه، سخن از قشلاقه که شما زندگانی کردید رفت و یک مصرعش رو اینجا من نوشتم: قشلاقه که زیبای من، اولین و آخرینی موای من گفتید. و ایده ایجاد این سرود ایده خودتان بود یا یکم کس برای شما برای آفرینی این سرود کمک کرد؟ البته این سرود ایده فکری تازه شادروان دوستی ما دمیربگ علیموف بود. این چیز دمیربگ علیموف ایجاد کردند با همراه دوستی نزدیک ما شهریار جان سلاموف در مؤسسه دولتی شش مقام خانان نوری خوجند تا حال فعالیت میکنند و خیلی از تاریخ تولید همین سرود بگوید چی شما رو وادار کرد که مثلا یادی دیه افتاد؟ واقعا لحظه های نادره هست، لحظه ای که مثلا با صدای های های چوپانی بیدار میشوی از خواب یا با صدای سگ همسایه از خواب بیدار میشوی. البته این سرود خودی دمیربک هم از دیه هست، بله. خودی شهریار هم از دیه هست، خودی ما نیست. خیلی که گفتم شهریار جان پس از فقط دمیربک گفتن که یک سرودی بهترین هست، همین چیز نصیب نکرد، روی صحنه نآمد. بعد گفتم برادر عزیز این چه خیلی سرود، این سرود نامش همین خیلی قشلاقه که من گفتم. بعد گوش کنوندم همین خیلی یک الهامی دیگر آمد. من گفتم من میخونم این سرود. گفتم دیگر کس نتید. گفتم منم چه خیلی که از دیه به شهر آمدم و زندگی اینجا شد و زندگی کار و فعالیت تصورات میمونه. تصورات انا همون کوچه های تنگ دیه، کوچه های چی لاین و چه خیلی میگویم اکن عزیز، لیکن عزیز هستم. البته دوری کودکی انا همون کوچه ها گذشتگی. حاضر اگر روم دیلم یک بوم میزنه، چون که مایدگی من کودکی من همون کوچه ها گذشتگی. از شنیدن این سرود خماری دوباره برگشتن به دیه میآید؟ چند باری که میرم البته همین سرود یادم میبیاد یا همین سرود میمانم و گوش کرده زمزمه کرده میرم. یعنی شما سرودی تیار رو بازخوانی کرده؟ بله بله، سرودی تیار بود. بله. آرزوی دارید که تا هنوز عملی نشده است؟ آرزوهایم کلام بسیار بسیار. خدا کند که در همین عرفه نوروزی حالا مفروض بعضی هاشون جامعه عمل توشه و بگذار برای عملی شدن آرزو چی باید کنیم؟ حرکت نکنیم آرزو از کجا عملی میشه؟ حرکت نکنیم، پیوسته مهنت نکنیم. کدام خصلت انسانی برای شما پسند است؟ راستگویی پسند است؟ بله بله. کدامش پسند است؟ دروغ البته. شعارتان در زندگی چیست؟ شعاری من در زندگی همه وقت به کسب خود به کار خود صادق بودم، یک نفری دیگر رو فریب نکردم. خب امروز جوانی که میخواهند جدای سرایندگی رو پیشه کنند چه توصیه ها میدهید؟ توصیه من همین است که بسیارتر برای سراینده شدن بسیارتر همون اثرهای ماندگاری استادان عزیز را گوش کنند، آموزند. کتاب هایی که در ژانر شش مقام بسیار کتاب ها نوشته چاپ شده است، کلاسیکان را بسیارتر سر مطالعه باشه. بله خوانده، آن غزل هایی که اونجا نوشته شده است فهمیدن در کار است. پس یک سراینده خیلی که میگویند معنی سرا به دنیا میآید. زنده باشه. در انتهای صحبت پیام نهایی شما را به مناسبت نوروز خجسته برای بیننده های عزیز و همان تحفه کاغذ پیچ یا سرودی تازه ایجاد شما را برای بیننده ها میشنویم. البته همه
тамошобинонро бо наврӯзи муҷастапай ман табрик мекунам. илоҳо ватанамон тинҷ бошад, осмонамон мусаффо бошад, табиатамон гулгулшукуфон зебо бошад. мо санъаткорон дар ин табиати зебо сурудҳои нав ба нав эҷод карда барои шумоён сароида дили шуморо хурсанд карда бошад. عجب صورت عجب قامت عجب قد عجب عاشق کشی به مروت عجب صورت عجب قامت عجب قد عجب عاشق کشی به مروت کمنده بسته پای دل من کمنده بسته پای دل من نمیترسی تو از روز قیامت نمیترسی تو از روز قیامت عجب ابرو عجب گیس و عجب مو عجب گردن عجب غبغب عجب رو عجب ابرو عجب گیس و عجب مو عجب گردن عجب غبغب عجب رو عجب صاحب جمال دلبری من عجب صاحب جمال دلبری من مثالی دسته گل میدهد بود مثالی دسته گل میدهد بود خودت گل قامتت گل کاشی پاد گل قد بالات بینازم خیرمنی گل خودت گل قامتت گل کاشی پاد گل قد بالات بینازم خیرمنی گل اگر یک شب به باغ جا بگیرم اگر یک شب به باغ جا بگیرم بگردم شاخ شاخ مثل بلبل بگردم شاخ شاخ مثل بلبل اشکی چشمم مثل دریا بریزد اشکی چشمم مثل دریا عجب صورت عجب قامت عجب قد عجب عاشق کشی به مروت عجب عاشق کشی به مروت سنت‌های نوروزی خوشبختانه امروز نیز در سراسر جمهوری تاجیکستان در قطار دیگر دولت‌های عجم جشن گرفته می شود. سراول پیش از آمدی نوروز مردم تاجیک را رسم شده است که خانه تکانی می کنند. خانه ها را به ترتیب می آورند. سپس خانه نوروزی می کشویند. سومنک یا در مردم فارس آن را سومنو هم می گویند. به کدام خاطر تیار کرده می شود؟ اصالت سومنک این گندم است. یعنی سبزه گندم و گندم طبیبان از همون ابوعلی ابن سینا سر کرده زکریای رازی و دیگر همه تاکید کردند که همین
گندم برای ارگانیسم انسان برای برقرار کردن عضوهای انسان خیلی رول مهم می‌بازد و همون گندم را کدبانوهای ما می‌سبزانند و با آرد آمیخته می‌کنند، یک شب و یک روز آن را می‌کوبند، می‌جوشانند، خلاص همین گونه آماده می‌کنند. یعنی خود قضاوت کنید، بعد آن که زمستان دور و دراز به آخر میرسد، بعد آن که گوشه‌نشینی ها خاتمه می‌یابد، مردم سری دیگ سوملک جمع می‌شوند، نیت‌هایشان را از خداوند می‌پرسند و تا سحر بیدار خوابی می‌کشند، صحبت می‌کنند، کدبانوها از همدیگر مصلحت می‌پرسند، مردها هیزم کفانی میکنند. عموما یک عامل سرجمی مردم است. یک حکمت شاید باز آن باشد که سومنک را در فصلهای گرم نمیگذارند، چون که ببینید سوملک را در یک دیگ میده نمیپزند. سوملک چون سبزه میسبزانند خیلی زیاد میپزند و سوملک چون این خصوصیت دارد که خیلی تیز ویران میشود. برای همین در سردی بیشتر میپزند، چون نوروز حال و هوا اینقدر گرم نیست و به همگان تقسیم میکنند و در خلق چون این گفتار هم هست که هر نفری که سومنک میماند باید چند سال پیوسته ماند. آمد بهاری عاشقان تا خاکدان بوستان شود. آمد
ندای آسمان تا مرغ جان پران شود. هم بحر پر گوهر شود، هم سیل چون کوثر شود، هم سنگ لعل کان شود، هم جسم جمله جان شود. پروین خان، در حقیقت فصل بهار انما فصلی است که به طبیعت، به زمین، به زمان جان میبخشد و نوروز همان رمز بی‌نهایت ناتکراری آمدن بهاری نازنین است که باز هم با خود یک جهان خوشبختی و خرسندی های ناتکرار را می آورد. برابر این ترانه های زیبا، دلانگیز و سبک و اسلوب آواز ناتکراری سراینده های محبوبی تاجیک را که یکی از آنها مهمان این سوپینه برنامه ما هستند، فرهمند کریمов. قبل از همه خوش آمدید به برنامه. فرهمند، ما یک ترانه زیبا را حالا گوش کردیم از آوان کودکی یادآور شدید و بگویید که از همین سوال آغاز کنید. به فکر من از آوان کودکی نوروز رو چگونه استقبال میگیرید؟ چی در یادتان تا حال باقی مانده است؟ اولا سلام و درود و پیام و سرود بر هر یک شما و کلی تماشابینان تلویزیون ولایت صبح. نوروز جمشیدی رو به هر یک شما و به کلی بشر مبارکباد میگم. خب نوروز این یک ایده است که با شنیدن این کلمه الکی در دلها خرسندی بود. از آوان کودکی در یادم است مایده بودیم در دهه، وقتی که نوروز میگفتن الکی خودی همین کلمه الکی یک محیطی خرسندی رو الکی به یاد می آورد. یک طرف چای جوشیدوز، یک طرف آش، یک طرف رقص و بازی، یک طرف دخترک، یک طرف بچه‌ها، بله لامکا بازی، انواع بجول بازی، همین چیزا البته که در یاد است و همون خوراکایی که میپختن، همون مزه ها از دهان نمی رود و بسیار خاطرمان است. نوروز خصوصا با همون خاطرمانیش یک وی خودش دارد که به فکرم تا مردن از یاد نمی رود. این نسیم جان، اگر اهمیت داده باشد عشق کودکی و دختری همسایه، ببینید که مثلا چندین بار در همین برنامه صدا داد، این چی نزدیکی دارد به بهار، به نوروز که مثلا هرگاه یا شاید به فکرم یا شاید همین عشق اول در بهار می شود یا و دختری همسایه می شود یا اینکه این ذوق و شوق شاعر است. دیگرها رو نمیدونم راستی. من این ترانه که ما این حال سرایدیم، راستی این موضوع در خاطر من نبود، در نقشه من نبود. یک روز صد آزارخش در تلگرام یک چیز روان کردن، گفتن که همین شعر یک بار بین، همین در کودکیم در یاد من مانده است، نه که نمیدونم شعر کی گفتن. با سبک استاد لایق مانند است، گفتن نه که از استاد لایق نیست، گفتن همین یک بار خودت کو. خلاص این سرود ما تیار کردیم، به طرز کلیپ پیشنهاد کردیم، به خود من بسیار پسند شد و تا حال ما همین مؤلف شعر نمیدونیم، ولی به هر بابت یک شعر دلنشین و خوب و خاطرمان. یعنی اساس آن است که عشق به دختری همسایه نبود. این تنها شعری است که یک نفری که عیان نیستم باعث خرسندی و خوشبختی ما است. منظورم این که نسیم جان، همین هر سال که مثلا بهار می آید یا مثلا در آغاز فصل بهار، یک همین احساسی محبت و دوست داشتن و همین چیز رو میزنن و طبیعی است که مثلا در دوران گذشته و در دوران مثلا جوانی این چیز به اختیار برای چی در ایام از کلانسالی هم میشود. ما شما را کلانسال نگفتیم، حسیاتی است که برای جوان و نورسی گفته ایستاده، لیکن ما اینجا خود رو کمی در سن و سالی حس کرده ایستادیم، لیکن به هر حال به فکرم عشق و محبت به هر سن و سال جاودانی است. فرهمند، درباره بازی ها میخواستیم که کمی یادآور شیم. با کدام بازی ها شوق داشتید؟ ممکن است آزمون بود در بین همسایه ها، در بین دوستان، همیشه انعنه ها بود ما بین همسایه در محله؟ بله، در کودکی من وقتی که یکمین بار لالک ساختم، یادم نمیبرد، لالک پرانی بود برک پرانی. وقتی که من لالک یکم بار ساختم، من گفتم که همه خیلی نیم دوره می ساختن و در مابینش ویا میمونده. و من گفتم که بیا من همین ویاش دیگر میکنم. اکنون خب با عقل کودکی من گفتم شکلش دیگر میکنم. من گفتم دوره نمیکنم و سیکنجه میکنم. و
секунҷа сохтем гуфтем оз мепаронам паташ рост намешавад хеле пачақ шуд ақл намегирад ки бояд охираша дорад мо фикр кардам ки акун ба ҳамон шаклаша дигар кардан ва ҳамин хел мехабад мо ин хел ҳамон чиза ёдам намедорад худаш месохт бозиҳоро эҳсонҷон дар ҳамон давра ҳама ҳаракат мекард боз ба намоиш меовард каметун бобоҳо ё ки падарҳо ёрӣ мерасонад вале ки нагӯ мегуфтанд ҳама бигӯ ки худам сохтам бо ҳамин тариқ мо муаррифӣ мекардем бозӣ мекардем ва ҳамин буд ҷашни наврӯзи баҳор. бале фараҳманд имрӯз кадом анъанаҳои наврӯзиро шумо пос медоред инки масалан чӣ гуна таҷлил мекунед наврӯза имрӯз чӣ гуна пешвоз мегиред чӣ гуна ҷашн мегиред инки масалан шумо дар хурдӣ бо лалакпарони худро овора мекардед имрӯз ҳозир ҳамон анъанаҳои наврӯзӣ анъанаҳои наврӯзӣ тӯли чанд соли охире ки аллакай бузургтар шудем асосан ҳамин дар маҳалла вақте суманак мепазанд ман ҳатман рафта як бор дега мековам гуфти ҳамон ва ё ки сангошавай карда як ният карда як аз аҷдодон мондааст ҳамин суманак асосан ман ҳамин як бор суманака мековам анъанаҳои наврӯзӣ ки зиёда масалан хонатаконию ва тозаву озода кардани хона дасти шумо мерасад рости ин анъанаҳо ки хосатан хоси занҳо аст рости аллакай бузургтар ки шудем модар мекарданд апаҳомо хоҳаромо мекарданд дар ёдамо буд бузургтар ки шудем дигар рости гап خاص به زنها که هست نزدیکتر فرهمند من فکر میکنم کار هیچ وقت مثلا تازگی خاصه مثلا کار خانه هیچ به مرد و زن ربط نداره چون ما در عائله مثلا در عائله ما دختر نبود من تمام کار خانه رو خودم میکردم و به شرم میگویم هر کجا که مثلا من خانه های مادرم رو میرفتم من برای مادرم خوراک میپختم و منظورم این که مثلا همون انعنه باغ رو تازه میکنند درختان رو سفید میکنند و مثلا این که مثلا دست شما میرسد با این قدر سیرکاری که شما در جشن و مراسم های نوروزی چون در بالا گفته که هر جشن نوروز همین وقتی جشن نوروز نزدیک میشود ما اویلوی به دیه میرویم و همون تازه کردنی باغ و منزل ها گفتید به یادم زد مادرم اول میگفتن که رفته باغ تازه کنیدتون بچه از همین شهر ما همه کسا اویلوی میرفتیم اول یکم روزی که ما در دیه باشیم اول همون باغ از اقلان همون پرتوف های کلان تازه میکنیم همین چیز در اومد نو گفتید باز وایتر شد در نقشه هست رفته باغ توزیع کرد باید هم خلق شد چون که هر سال پدر و مادران برای فرزندان یک وظیفه الهیده آماده میکنن به هر حال بخصوص تازه کردنی باغ‌ها گرد و اطراف خانه و ممکن است رنگ و بار وقتی که فرهمند جان تا کلانتر میشن بازم وظیفه ها زیادتر و بسیارتر میشن خوب به هر حال اینجا ما چند حافظا رو دعوت کردیم گفتیم که به طور زنده از همون ترانه های دوست داشتهتان چند مثل برای ما میگفتید و میدونیم که فرهمند یک آوازی ناتکراری سبکی به همتا دارد و استعدای بله موسیقوی گویم اگر میلیزماتیک نام دارد و همین یک طرز ناتکراری آواز رو به موج در آوردن را دارد من باوری کمی هم دارم که به طور زنده یک ترانه را میخواند که خاصیتی همین موسیقی سمت موسیقی را دارد. ای قومی به حج رفته کجایت معشوق همین جاست بیایید معشوق تو همسایه دیوار به دیوار در بادیه سرگشته شما در چی هوایه احسان در حقیقت
میخواستیم که البته دقیقه های طولانی همین ترانه همین سبک یک آوازی زیبا و ناتقرار گوش کرده باشیم، لیکن باوری کنید هم داریم که باز یک ترانه دیگر هستند که فرامند امروز همراه در جشن نوروز برای ما و بیننده های عزیزی ما آوردند. بله باشه. خب تمنیات من بر کل مردم این است که اگر ما میخواهیم واقعا موفق باشیم باید سلطان باید ها باشیم و نه غلامی شاید ها. همه وقت موفق باشیم و دست بالا باشیم. زنده باشیم. صحنه شما. دری سراید از منظری دعابا گلغون چلب شاید در دامنی نیابا کبکی دری سراید از منظری دعابا گلغون چلب شاید در دامنی نیابا آلوچه ها گل کردن در دشت سیاه وردن آلوچه ها نوروز که یک پدیده بسیار معنوی، پدیده‌ای که انسانیت رو تربیت می‌کنه، یعنی نیازهایی که در آیین‌های نوروز هستند با روحانیت، با اندیشه و افکار تمام بشریت سازگار بودن و یکی از سبب‌های جهانی شوی نوروز هم همین است. ما همفهمگی اصلاً دو فصل داشتیم، فصل سرما و گرما، یعنی نوروز پایان سرما و آغاز گرما است. یعنی این با حرکت خورشید وابسته است. چون از نگاه دیگر ما می‌بینیم که یعنی در جشن صده مثلا 40 روز قبل از صده شب یلدا هست و چون ایام صده فرا میرسد میگن شب جشن شیلده‌گریزان آفتاب هم حتی میگن. یعنی نقطه‌ای که الکی خورشید در شب یلدا اگر خورشید
به حرکت می‌بیاید، یعنی نقطه عالی زمان تاریکی و شروع روشنی، یعنی اولین جرقه های یعنی خورشید تولد می‌شود، یعنی میلاد خورشید و میرسد به یک نقطه معین در جشن صده و علاقه در نوروز خورشید حقیقت خودش متجلی می‌سازد. یعنی بر اساس همین گرمی خورشید است که تمام طبیعت زنده می‌شود، درخت‌ها می‌شکوفند، یعنی طبیعت لباس تبای سبز به بر می‌کند و زندگی واقعا بعد از تجدید یک سال شروع می‌شود. یعنی برای خاطر یک نوروز با همین در سپیددمی هم زندگی بشریت و هم طبیعت مربوط می‌دانند. اکثرا بر این نظر هستند که نوروز تاریخ بیش از 6000 ساله دارد و اونهایی که بر این نظر هستند که 3000 سال دارد با تکیه بر این که در دوران بعدی نوروز اون تا اندازه با رسم و آیین‌های دینی زرتشتی آمیزش یافت، یعنی دانشمندان آیین زرتشتی هم تا اندازه نوروز را با دین خود پیوند دادند، یعنی با حتی گفتند که روز آفرینش است یا روز میلاد پیامبرش هم زرتشت است. اما واقعیت اون است که نوروز هنوز تا زمانی که در زمان ایجاد شد که هنوز از ادیان از مذاهب سخن نمی‌رفت، یعنی انسانیت چون نوروز خود واقعا آغاز زندگی بشریت است. در دیدگاه‌های کهن ما تاکید می‌شود که یعنی وقتی عالم آفریده شد و چون زندگی بشریت شروع گردید اون روز نوروز بود. یعنی در شاهنامه فردوسی یا در بعضی اسطوره‌های کهن ما گاه و مورد و به همین خاطر این نوروز را با کیومرث ارتباط می‌دهند. اما اصلی ظهور آیین‌های نوروزی با زمان شاه جمشید ارتباط دارد که دقیقاً و صریحاً حکیم فردوسی در شاهنامه تاکید نموده است. اون روزی که قیام آفتاب را در مثلا تخت خود احساس کرد و حتی میگن که مثلا سالهای طولانی مثلا همین حرکت آفتاب را در تخت جمشید بر اساس اون که در جایهای مخصوصی بود که قرار میکنن چون آفتاب به قیام میرسید در همون نقطه‌ای که باید برسد، یعنی و نوروز رو اعلام میکنن، یعنی به برج حمل دقیقاً. و از همینجا معلوم میشود که همین دو نکته اصلی، یکی پیوند دادن نوروز با آغاز زندگی بشریت و با طبیعت پیش از همه و حرکت آفتاب، این گواهی است که واقعا نوروز در خیلی سرسپیددم تاریخ قرار داشت، یعنی همچون کشفی حقیقت آغاز زندگی، حقیقت شروع طبیعت، یعنی یک جشنی که پیوند با طبیعت دارد از جانب نیاکان ما یعنی مردمان آریایی مربوط است و واقعا این خیلی با اصالت نوروز پیوند دارد، چون ما اگر از 4 جشنی که نیاکان ما آفریدند بر پایه 4 فصل سال مثل نوروز، تیرگان، مهرگان و صده و اگر از همین ارتباط معنوی همین جشن‌ها ما نگاه کنیم یک اندازه با همدیگر بر اساس همین معیارها، یعنی معیار حرکت آفتاب و فصل یعنی تجدید و تکمیل فصل‌های سال با همدیگر مربوطند. چون دانشمندان ما مثلا میگن که در عصرهای 11 که صدا آمد که تو را مجدد از نوروز، یعنی آمدن صدا یک پیام از اون نوروز است.
عزیزان دیده و دل چی خیلی زیبا است این ترانه. شنیدین آن با آواز این دو نفر، نادره بیگم اسرزاده و الداربک فیضیف که این صبح مهمان برنامه ما هستند و یک در صبح زیبای ایدانه برای ما شما یک ترانه را پیشکش کردند که در حقیقت سرشار محبت، صمیمیت و دوست داشتنی هم هست. و همین سیری خوشبختی اویلوی شما در چی باشه؟ سراول السلام علیکم تماشابینان عزیز. آمدی نوروز عالم مفروض به هر یک شمایان مبارک باشد. زندگی خوشبختانه به فکر من در یک دیگر فهمی است. وقتی که جایش می بیاد، وقتی که این کس کمتر عصبانی میشن من چی میستم، وقتی می شود که من کمتر خسته می شوم، بسیار سخن میکنم، این کس عصبانی میشن، این کس کمتر برداشت میکنن. سیری زندگی خوشبخت یعنی هم دیگر فهمی از بهترین. خب نادره بگی ما میدونیم که پیشه شما اولادی است و امروز شما با وجود سراینده خوش‌صدا بودن مادر هستید، همسر هستید، عروس خاندان هستید و برای شما این همه وزبینی نمیکنند برای ایجادکار، برای سراینده؟ البته وزبینی میکند. چرا؟ نو وابسته از کسب و کار. من شما نمیدانیتون، تماشابینان میدانند وقتی که زن هم همسر است همچنین کار میکند، نو وابسته از کار و فعالیت. البته این دشوار است، هم فرزندان رو تربیت میکنید. همچنین من کلینیک کلانی خاندان بودم، 8 سال در دیه زندگی کردیم. همین همه کارهای خانگی که کلین ها میکنن من همش رو کردگی هستم، تا حاضر میکنم. ولیکن من در زندگی یک شعار دارم که تا به من همین کار را مادران تاجیکی ما کرده توانستند. این معنی آن را دارد که من هم میتوانم. چرا من نمیتوانم؟ برای همین شعار را پیشه کرده همش را کردم. پس سرکرد زندگی دوام دارد. بله. خب نوروز را شما عموما در محیط عائلوی چگونه تجلیل میکنید و چی فکر میکنید نوروز با کدام خصوصیت‌هاش از دیگر جشن‌هایی که ما داریم فرق میکند؟ اینقدر محیب است، محبوب است که دوست می‌داریم نوروز میگوییم. نوروز بدرشوی طبیعت، نوروز زیبایی وطنمان، نوروز زیبایی بانوان، دخترکان، نوروز با اطلس و ادرس و چکن، نوروز با گل‌های تر و تازه و خوشرو، نوروز با الهامی نو، با سرودهای نو، نوروز در گرد و اطراف عائله، نوروز با سمبوسه های علفین، نوروز با آش پلوی با مزه مادر جانم، نوروز با مهر و محبت در دل ما جای گرفته است و فکرم یکی از بهترین عیدهای جهانی این نوروز است و بسیار فخر میکنم که در تاجیکستان عزیزی ما با تنتنه خاصه جشن گرفته میشه. الداربک، یک سوال دیگر، کدام طعامی که نادره بگیم آماده میکنم برای شما بیشتر پسند است؟ همین طعام هست یا اینکه مثلا ممکن چی گفتم؟ من بسیار کدوانی خوب هستم. بله. میدونم. نادره بگیم بسیار یک آشپزی اولی جناب هستم. من خودم هم آشی پلو را بسیار دوست میدارم. برای همون اینا از دیه یاد گرفته آمدن مادر جانم. پدرشانم امک پاچایم ناز میپختیم. ناز میپختیم. برای همون اسیا نادره بگیم هم آشی پلو را با مزه میپزم. من بسیار مقبول است. خب تمنیات نوروزی شما بهر بیننده های عزیزی ما چگونه است؟ همیشه صحت و سلامت باشند در خاندانشان، همیشه روزهای خرسندی باشد، پوری سیری باشد، در بهترین روزها یکدیگر را دیدن نصیب کند. سلامت باشند. همه مادران را، هموطنان عزیز را، همه شمایان را، مخلصان را تبریک میکنیم. عید برای همه شمایان مبارک باشد. همیشه صحت و سلامت باشید. سربلند باشید. تشکر.
тамошобинони иззатманд барномаи мо идома дорад. ҳар субҳе ки оғоз мегардад дар арафаи ҷашни наврӯз, ин субҳи дар ҳақиқатам наву зебо ва пуртароват аст. ва дар ин барнома мо боз ҳам ситораҳои эстрадаи тоҷик, вилояти сух, ҳунармандон, сарояндаҳои мумтозро даъват карда истодаем ва боз як нафари дигар ҳунарманд, сарояндаи мумтоз, дӯстдоштаниву шинохтанӣ Толибҷон Исмоилов ҳастанд. хуш омадед ба барнома. Толибҷон, ба фикрам аз дидани шумо имрӯз мухлисонатон аз субҳи соди хеле хурсанд гардиданд, чунки чеҳраи шинохта ҳастед, дар ҷодаи санъат солҳои зиёд кору фаъолият мебаред ва чун дар ҷашни наврӯз қарор дорем, умуман фикри шумо дар бораи ин ҷашн чӣ гуна аст? худи шумо чӣ гуна онро истиқбол мегиред ё ин ки қабул мекунед? ва таманниёти наврӯзии шумо баҳри бинандаҳои азизи мо. Ташаккур. Сараввал салому арз мекунам ба ҳамаи бинандагон. Иди Наврӯз ин аз хурдӣ барои мо як иди шодиовар буд. Бисёр интизор мешудем. Аз хурдӣ ҳамин одат шуда мондагӣ ки ҳамеша Наврӯз буд як вақтҳои фаромӯшношуданӣ, як чизҳое ки хотирмон чизо аз хурдӣ дар вай мондагӣ ҳамеша шодиовар аст. аз фурсат истифода бурда ҳамаи тамошобинон, ҳамаи мухлисони азизро бо иди Наврӯзи аҷам табрик мекунам. бигзор баҳори омада истода ҳамеша баҳри ҳамаи мо пурбарор бошад. хуб чӣ армуғони наврӯзӣ овардед барои бинандаҳои барнома? як суруди нав кардагӣ ҳастем. агар иҷозат бошад барои шумо. бори аввал мешунавем ё ки аллакай сабташ дар шабакаҳои иҷтимоӣ дар телевизион радио ҳаст? сабташ баромадагӣ аст, лекин дар телевизионҳо оли вай нашудааст. танҳо аз телевизиони мо аз барнома. марҳамат. No
جشن و مراسم تاجیکان روزهای تاریخی و باستانی و مضمونهای پیچیده حیاتی دارد. نوروز نیز یکی از قدیمترین عیدهای تاجیکان بوده، معنی روز نو را دارد. از این رو ما گروه ایجادی برنامه صبح تلویزیون ولایت سوخت این روز نو را برای شما مبارک میگوییم. نوروز دلیل پیروزی روشنایی بر ظلمات و نمونه از فرهنگ شکست ناپذیر و هستی نیاگان است. باشد که نوروز امسال به تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار فیض و برکت و به مردم این کشور سلامتی، سعادتمندی و خوشبختی آورد. باشد که نوروز امسال برای هر خاندان فیض و برکت بیارد. باشد که روح و دلهایتان همیشه از شادی، محبت و همدیگر فهمی پر گردد و در هر خاندان آبادی و فراوانی باشد. پس بیایید به خاطر ارزش‌های فرهنگی نیاگان و احترام عنعنه‌های ملی‌مان قدر زندگیمان را زیبا کنیم، با یکدیگر همصحبت و همدرد باشیم و به تمدن ملی‌مان ارزش‌گذاری نماییم. در این روزهای زیبای بهاری تمنا میکنیم که در تاجیکستان عزیز ما همیشه صلح و ثبات، وحدت و آرامی حکم فرما باشد. بگذار نوروز فرخنده برای هر یک شما آغاز روزهای نیک، موفقیت‌های نو گردد. بار دیگر نوروز مبارک هموطنان عزیز.